من پیشنهادم همین که همون برادرایی که از 45 50 ساله هستند تمام فرزندای همونو خدمت کرده ایستادن در ارتش تاجیکستان. درست اکو؟ بله. برای اینکه چند نفر ما با زنگ زدن گفتن که فرزندای ما خدمت میکنن، ما پول روان میکنیم، آنها خوراک میخرن و لباس میخرن. این شرمندگی است. همون پدرها باید به وطن برگردن، همشون در تماس برن با فرزنداشون. فرزنداشون گوین که بچم فلان روز باید ما یک جای شویم، همون یراقای در دست ما میدهیم. تمام فضل و رحمان نیست والله قسم. اینا فقط تشکیل کردن گل، تمام ترسیدن در کار نیست دیگر رحمان و یگان راه که نمیرد. همون ارتش بگه فرزندای همین ملت هستند. فقط یک توده افباش با پیش گفته با خوی لسانش بخشش افضل شوی قبرستان و بالای بتر مردمی بیچاره احمق و فریب کرده 35 سال بزرگ گشتن.